شخصی را مادرش بیمار بود و اینقدر بیماری سختی بود که از جایش خسته نمی توانست. خلاص هر یک عضوش فلج شده بود، کار نمی کردند. همه حکیمان و طبیبان برای علاجش کوشش کرده بودند، اما فایده نکرده بود. روز فرزندش را گفت: برو از امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه درخواست کن که در حق من دعا کند تا اینکه شفا بیابم. فرزندش گفت: مادر، تو را حکیمان و طبیبان اینقدر دارو و طبابت کردند، شفا نیافتی. دعای امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تو را چه فایده می دهد؟ مادرش گفت: فرزندم، تو از من اطاعت کن. فرزندش گفت: خواب شده است. اما دلش نمی خواست، چون که باور نداشت که آیا دعا هم این را فایده می کند بعد از این قدر طبابت حکیمان. به هر حال آمد نزد امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. دید که حضرت با همراه شاگردانش مشغول درس است. این هم نشست همراه آنها. وقتی که همه رفتند، امام گفت: فرزندم، برای چی آمدی؟ این شخص گفت: در اصل من آمدن نمیخواستم نزد شما. راست میگویم، دروغگو نیستم. من مادری من به بیماری فلج گرفتار است. همه اعضاهایش از کار کردن باز مانده اند. همان مادرم گفت: برو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه را بگو برای من دعا کند. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پرسیدند: پس تو چی گفتی مادرت را؟ این شخص گفت: من به او گفتم که این همه طبیبان و حکیمان نتوانستند، دعای شما برای او چطور می تواند فایده کند؟ امام گفتند: درست گفتی، این طور باشد برو. پس وقتی که دعای من برای تو لازم نباشد چرا اینجا نشستی؟ برو. وقتی که این شخص رفتند، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دستانش را برداشت و گفت: یا الله، این بنده تو مرا توهین کرد و رفت. اگر تو به فریادم نرسی پس کی می رسد؟ یا الله، به مادر او شفا بده. هنگامی که این شخص به خانه‌اش برگشت، دید که مادرش نزد دروازه در انتظار است. سبحان الله. برادران عزیز، ما باید بدانیم که همه بیماری ها را علاجش دعا است. ببینیم که طفلکی خردسال تا گریه نکند مادرش به او شیر نمی دهد. دعا کارساز است. دعا مغز عبادت است. دعا خودش عبادت است. طریقه دعا را ما باید یاد گیریم، از عالمان درس گیریم. الله مهربان ما را توفیق دهد که به این گفته ها و شنیده ها عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إلهي جعل كتابك لي شفيعا وبلغني به شأن الرفيع.